جریانش در حدود 20 تا 25% پیش رفته او کار تکمیل شده. امروز ما شما شاهد خط اندازی پروژه سوم هستیم که در سمت چپ دریای تارخان است و امیدوار هستیم که ظرف 4 ماه آینده اگر کدام حوادث طبیعی یا کدام بی‌امنیتی رخ نده امکان ان شاء الله که در ظرف 4 ماه آینده این پروژه کاملا تکمیل میشه و مورد بهره برداری قرار میگیره و زیادتر از 21000 متر مکعب کانکریت بدون سیخ تا حال چه شده ریخت شده و گامیان کاری هم در حدود 2000 تا 3000 متر مکعب کار شده. کارش به شدت جریان داره. شما امروز شاهد از این بودیم که چندین نقطه کار همزمان شروع است تا از بهترین فرصت اطلاعی وقت کار استفاده از این می‌کنیم. به نظر شما رئیس به امی پروژه را چقدر بر منافع شهروندان تالخان به سود یا به منافعشان میدانه؟ خب یک منافعش زیادتر مردم احساس میکنن. اما سالا سیل می آمدن، وقتی که سیل می آمد تاسیسات عامل منفعه زمین‌های زراعتی منازل مسکونی تخریب میشد. حتی در نصفهای شب مردم و اطفال اولیایشان او را بیدار میکرد و را در جای امن میرفتن به خاطر اینکه سیلاب میومد خانه‌شان را چپه میکرد و به خاطر ترس جان و مالشان اینا از اولی خود اعلام میکردن به منطقه مسکون میرفتن. امروز الحمدلله ساحه تقریبا 4 کیلومتر طرف راست دریای تارخان کاملا مسکون شده و مردم میتونه که به فکر آرام و مسئولیت زندگی کنه و همچنان در حدود 200 جریب زمین احیا شده. زمینی که سنگناخ بوده دوباره احیا شده. اگر ما ارزش مجموعی از این به نرخ روز اگر فکر کنیم بیش از 20 میلیون دلار آید در سمت راست شده و در سمت چپ هم امکان دارد در حدود بیشتر از 100 جریب زمینی که سنگناخ بوده مخروبه شده آماده زراعت و احیا شود. جناب رئیس ببخشید تمویل کننده این پروژه کی است و چقدر پول تا هنوز مصرف شده؟ این پروژه خو از طرف کمک‌های بلایوازی کشور جرمنی است که از طریق پروگرام آیاردیف چیز میشه. یک از بودجه غیر اختیاری دولت است و هزینه مجموعی از در حدود 6.5 میلیون دلار است که گفتم در حدود پروژه در مجموع در حدود 65% پیش رفته و همین تناسب پول از هم پرداخته شده. تشکر. تکبری هستم، رئیس کمپانی سید زاهد. ببخشید شما به عنوان مسئول پروژه تا چه حد کارتان پیش رفته و چقدر امیدواری است که تا چه وقت دیگر کار به پای اکمال برسه و مردم از شما مثلا امیدوار یا خوش باشه؟ حدوداً 8 ماه پیش ما شاهد افتتاح پروژه بودیم که تقریبا جلوی راست دریا مشاهده کردیم که کارش رو به اختتام است و امروز قسمی که مشاهده میکنیم ما جلوی چپ دریا را کارش عملا آغاز میکنیم. خط اندازی و کندنکاری تداواره انشالله تا مدت 4 ماه کار جلوی چپ دریا انشالله خلاص میشه و برای برادری مردم شریف و مردم طالقان سپرده میشه و مردم انشالله از آبخیزی‌ها و سیلاب‌ها محصول میشه. ببخشید در جریان کار کدام مشکلات امنیتی یا از طرف کدام جنایی یا از طرف شهروندان شهر طالقان که مانع پیشرفت کار یا کار شما شده باشند تا هنوز نشده؟ سوال خوبی کردین. من میخواستم با استفاده از وقت از جناب